یک نماینده تاجیک و یک نماینده ایران در یک شب با اسلام مغچف وارد قفس میشه در سازمان UFC. غفورов ورزشکار از تاجیکستان با حریف ژاپنی وارد قفس میشه. یکی از مسابقات مقدماتی و از من کارت مسابقات اصلی بین الداریوش با اصالت ایرانی ولی به نمایندگی از آمریکا با حریفی از کشور برزیل رناتو مایکانو ورزشکاری که نصرت اخبار چالش شده بود. این بار بین الداریوش با این ورزشکار تقابل میکنه، مقابله هم قرار میگیره در وزن 70 کیلوگرم. بین الداریوش تنها نماینده فعال ایران فعلا در سازمان UFC است. اصالتا ایرانی هست ولی به نمایندگی از ایران مسابقه نمیده. در بخش بانوان ایران همچنان یک نماینده در UFC دارد. تنها و یگانه نماینده بخش بانوان ایران در UFC بانو پانیک کیانزاد اصالتا ایرانی هست. سویدن زندگی میکنه. به نمایندگی از سویدن در UFC مسابقه